زیاده از 2 هفته می شود که بینای مرکز بهداشت و اپیدمیولوژی شهر کلاب تاجیکستان که یکی از جایهای مهمی برای نگاه‌بین سلامتی مردم است به برق مانده است و این سبب شده است که آزمایشگاه تماما کار نمی‌کند و تجهیزات نازک و گرانبها بیکار مانده زیر خطر مانده‌اند. با گفته خود کارمندان مرکز بهداشت، ریاست مالیه این منطقه برای برق مبلغ نداده است. آنها چند مرتبه به ریاست مالیه این منطقه مراجعت کردند ولی یگان جواب مثبت نگرفتند. کشتای 16000 سومانی پروچینی دارم در مالیه میگه پول نیست نمیگذارونش. این هم سیم کشیدیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشیدیم ای مرکزی ایمونیزاسیون کار بوده سیم چیکار کنیم اینا بپرسینش 16000 سوم پروچینی در بالای استولش استودگی 2 هفته برق ندارم. در همین حال بسیار آدمان در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند که در یک کشوری که سلامتی مردم باید از همه مهمتر باشد چنین به اهمیتی بسیار غم‌انگیز و تشویش آور است. مبلغ برای خدمت‌رسانی‌های کمونالی مثل برق یا آب در مؤسسه‌های طبی از حساب بودجه دولت داده می‌شود ولی مقامات باشند می‌گویند که مبلغ نیست. با گفته خود مسئولین در 6 ماه اخیر با بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ درآمده است. مسئولان مرکز بهداشت میگویند که به برق در هوای گرم ماده‌های مهم مرکز میتوانند ویران شوند و تجهیزات گرانبها هم آسیب بینند ولی از همه تشویش آور این است که بیماران نمیتوانند سر وقت تشخیص شوند. تجهیزات همین آزمایشگاه ویروسولوژی ما 1 میلیون سوم زیاد تا همه شما میدونید این قدر وای ما این قدر ریاکتیو ریاگنتایی که ای مؤسسه چی میگیریم تشکیلاتی که مدا یاردم میکنن این دورو آسان نیست. این یک مصیبت است که با سبب به اهمیتی اداره‌های دولتی رخ داده است. اکنون سوالی به میان می آید در چنین حالت آن بیمارانی که باید سر وقت تشخیص و طبابت شوند تا دیگران را هم سرایت نکنند به کجا روند؟